یک داستان واقعی. اما قبلش چراغ‌ها رو خاموش کن، تاریکی رو در آغوش بگیر و گوش بده. من و همسرم شریل 10 ساله که با هم هستیم و 2 سال پیش ازدواج کردیم. کمتر از 1 ماه قبل یه خونه گرفتیم. یه خونه در شهر کوچیکی در ایالت جورجیای آمریکا و این شروع ماجرا بود. خونه ما یه ملک بزرگ در یه خیابون آروم در یه منطقه جنگلی متوسطه و این چیزی بود که واقعاً من و همسرم رو جذب کرد. ما قصد داریم یه سگ رو به سرپرستی قبول کنیم و در اینجا بچه دار هم بشیم. پس نیاز به یه حیاط بزرگ برای بازی اونا داشتیم. هر دوی ما ساعتکاری تقریباً مشابهی داریم. من ساعت 5 میرسم خونه و اون ساعت 6. 2 شب اول در خونه کاملاً عادی بود. آخر هفته بود و کل روز رو صرف باز کردن چمدون‌ها کردیم. تا اینکه دوشنبه شب وقتی که هر دو در رخت خواب بودیم 20 دقیقه از خاموش کردن چراغ‌ها گذشته بود که صدای موزیک بلندی از حیاط پشتی به گوشمون رسید. نزدیکترین همسایه‌های ما از هر طرف اونقدر از ما فاصله داشتن که صدای موزیک از حیاط اونا با حیاط خودمون رو اشتباه نگیریم. صدا قطعاً از حیاط ما بود و صدای یه موزیک شاد معمولی و عادی نبود. شبیه یه آهنگ قدیمی و خاص بود. پنجره‌ها بسته بود. بعد از اینکه من و همسرم نگاه‌های وحشت زده‌ای به هم کردیم و در تعجب بودیم که صدا از کجا میاد، من پنجره‌ای که در سمت خودم کنار تخت بود رو باز کردم و صدا خیلی واضح‌تر شد. صدا به نظر می اومد که یه آهنگ مربوط به دهه 1940 یا چیزی شبیه به اون بود. بعداً با سرچ کردن متن آهنگ متوجه شدم که اسم آهنگ Who's Afraid of the Big Bad Wolf اثر هنری هاله. یه حال و هوای وهم‌آور و سیاهی داره، حتی اگه قرار بوده که آهنگ شادی باشه. اما هر چی که بود، تو اون لحظه هایی که صداش از حیاط پشتی ما می اومد چیزی جز یه صدای وحشتناک نبود. ما هنوز همه جای خونه رو بلد نبودیم، اما فکر می کردیم که باید یک کلید برای چراغ‌های حیاط خلوت در طبقه پایین باشه. از پله‌ها پایین رفتم و به سمت در پشتی دویدم و کلیدای برق کنار در رو همه رو امتحان کردم. یکی از اونها چراغ‌های حیاط پشتی رو روشن کرد، اما کسی توی حیاط نبود. در رو باز کردم و صدای موزیک بلندتر شد. اما وقتی که وارد محوطه چمن حیاط شدم، متوجه شدم که صدا از حیاط پشتی نمیاد، بلکه از داخل جنگل میاد. من بیرون در و توی حیاط وایساده بودم و به اطراف نگاه می‌کردم و آهنگ داشت پخش می‌شد. وقتی آهنگ تموم شد، دوباره سکوت حاکم شد. به نظر می‌رسید یه نفر برای سر کار گذاشتن ما یه شوخی احمقانه را انداخته که اصلاً هم کار جالبی نبود. برگشتم پیش همسرم و گفتم احتمالاً چند تا بچه‌ن که به هر دلیلی میخوان افراد تازه وارد رو بترسونن. اما در حالی که این حرفا رو میزدم خودم هم متوجه شدم که چقدر احمقانه و عجیب به نظر میرسه. چرا کسی باید همچی کاری بکنه؟ شب بعد دوباره این اتفاق افتاد. چند دقیقه بعد از خاموش کردن چراغ‌های اتاق خواب، یه موزیک از بیرون شروع به پخش شدن کرد. این بار صدا خیلی بلندتر بود و آهنگی که پخش میشد هم آهنگی معروفتر بود. آهنگ Tiptoe Through the Tulips. من و شریل دوباره به هم نگاه کردیم. این بار با یه حس دلهره و نگرانی شدید، چون امیدوار بودیم که این اتفاق یک بار بیفته، اما داشت دوباره اتفاق میافتاد. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و این بار یه چیزی رو روی چمن‌ها دیدم. آدمی نبود، اما قطعاً یه چیز اون بیرون بود. و همسرم گفتم میخوام برم ببینم چیه. اون گفت ما فقط باید با پلیس تماس بگیریم. من گفتم آره، وقتی برگردم حتما این کارم میکنم. ولی من به این خاطر رفتم بیرون که ثابت کنم من مرد خونه هستم. نه فقط به همسرم، بلکه به هر کسی که فکر میکرد میتونه ما رو چون تازه وارد در محل هستیم اذیت کنه. وقتی وارد حیاط شدم روی چمن‌ها چیزی رو دیدم که کوچیک‌تر از اون چیزی بود که فکرش رو میکردم
اما اون آهنگ ترسناک بلند از اون می اومد. یه رادیوی قدیمی بود. خاموشش کردم و به همسرم که از پشت پنجره داشت نگاه کردم و اون رادیو رو بالا بردم و فریاد زدم که یکی اونو اونجا گذاشته تا ما رو با آهنگ بترسونه. اما عکس العمل اون چیزی نبود که انتظارش رو داشتم. اون در جواب حرف من شروع کرد به این که اسمم رو فریاد میزد که بدو و برم داخل خونه. اون مدام فریاد میزد که بدو. با صدای بلند گفتم چرا؟ اونم در جواب فریاد زد پشت سرت کسی وایساده. این جمله باعث شد که قلبم به تپش شدیدی بیفته. به سمت جنگل برگشتم تا پشت سرم رو ببینم. 3 نفر رو دیدم که درست روبروی من در فاصله 2 متری از هم وایساده بودن. اونا به سمتم نمیدویدن و فقط اونجا وایساده بودن. داد و فریاد رو انداختم و برگشتم داخل خونه و در رو محکم پشت سرم کوبیدم. همسرم که طبقه بالا بود عصبی شده بود و گریه میکرد. بهش گفتم با پلیس تماس میگیرم و این کار رو هم کردم. خوشبختانه طولی هم نکشید که رسیدن. اما در تمام این مدتی که اونا نرسیده بودن صدای تق تق ضربه زدن به یکی از پنجره‌ها یا درام ما رو میترسوند. من و همسرم وحشت زده وضعیت رو برای 2 پلیسی که اومده بودن توضیح دادیم و من رادیوی روی زمین رو بهشون نشون دادم. ازشون خواستم که اگه میشه رادیو رو به عنوان مدرکی برای اثر انگشت با خودشون ببرن و بهشون هم گفتم که من فقط قسمت بالای اونو دست زدم. اونا رادیو رو برداشتن که ببرن. چند دقیقه هم جنگل جلوی خونه رو با چراغ قوه راه رفتن و بررسی کردن و احتمالاً فقط برای این که اگر کسی هنوز اونجاست رو بترسونن که به این کارش ادامه نده. وقتی پلیس رفت صادقانه بگم ما دوباره احساس ترس و ناامنی کردیم. اما خدا رو شکر دیگه اونا برنگشتن. هرچند فقط چند هفته از این ماجرا میگذره. امیدوارم که دیگه برنگردن. اما اگر تکرار شد این بار سعی میکنم حتما ازشون فیلم بگیرم. به امید دیدار در تاریکی بعدی.